اگر در تلفن در تری چی موندیم وینا در چسبوندگی بالا. امیدوارم همه کسا خوب صحت سلامت و سربلند هم باشین. هموطنان عزیزی بینیم گرامی و اول قدر بازم در این ماشین همراه شما بگیم که مردمی که می نویسن که خونه نداری میگن. امیدوارم که همه کسا سوز باشین هموطنان عزیز. ببینید دوستای عزیزم، بسیار انسان ها میگفتن که آزاده 4 تا شدوره 5 تا شدوره ما ایدرین حکمت آدم داریم، خبر داریم و همه ایره ما معلومات داریم میدونیم. و امروز یعنی 3 روز میشوه سر صدای مرگ امام علی از گوناگون کشور از گوناگون جایها برآمده ایستادن، اما همه آدمایی که شوی آزاده را میدونستن آزاده چند شدوره امروز نمیدونن، خبر ندارن که امام علی مرده است یا که بگیم که زنده هست. و با فکر من گویم که مردنی تصدیق شده ایستاده است. امشب سپیس ریس قطعی گویم سامان از خارج آوردن. سامان یک چند قدر پیش، یک هفته پیش یعنی که رفته بود خارج دیگر کشور و امشب سامان دستراچ نو آوردگی هستند تاجیکستان. یعنی که سبب چی بود که سامان گویم که آوردن؟ در جمع یک علامت سوال پیدا میشه. در دنیا ما ملت را دیدم، آدم نمبره بسیار چیزا میدیده است. خلق را دیدم، مردم را دیدم که او را 3 روز میشوه مرده و پراولت میکنه. این هم باشه تاجیکستان بوده است، تاجیکستانی ها بوده است. و برگشتن در تاجیکستان ژلان من هم خیلی کفیده ایستاده است که بگیم که رویم و عین حال مسئله را بینیم و کسی در قصه چیزی نیست. واقعا من نگاه کرده ایستادم، گویا که این یگان آدم انقلاب میکنه و بعد در دست ما میبروره میته میگه نبگیرین پراولت کنین نکن شما زور این کو. و کسی هم امروز انترسوات کردن در همین مرگ امام علی از ما دیده ازبکستان، قرقیزستان بگیم دیگر کشورها انترسش بسیارتر است در همین مسئله امام علی رحمان مرد یا نمرد. و من کوشش کرده ایستادم که تو که بگیم یگان بازم خبر یگان چیز دیگر پیدا کنم و مردم ما یک جوش زنند و خیزیم رویم وطن مونا گیریم. خب او دوجه کروشونا کرده است، همه هم گشته استیم. خدا گفته میدونیم بعدی 90 امام علی رحمان 30 سال تونست برای چی حکومت داری کنه. عیناً انمی چیز بود، یعنی انتظاری طرف و امام علی شب و روز کار میکرد، گروپاش کمانداش مهنت میکردن، از پای بودن که باید همون سوزن خداشونه و طرف دیگر باشه هششون با سر چلشون بود. چند تا زن بگیریم 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا اجازت هست که خیلی قدم بگیریم این طرفه تا شپیدن اومدن. امروز هم عینا همون چیز کم ترک طرفی دیگر رنگ گرفتگی اپوزیسیا مردمی که میخواهن منمون وطن میگن کو در یک وقت زمانش یک ایرپورتو هوی بودگی که وقتی پیش ایرپورتو هوی بودگی بعد همه یک آدم قشلوق
Toshkent bilet میگیره، مسکو میگیره بلیت، خلاص یا شهر داور بلیت میگیره، میاد رایون دا وقتا رایون هم رنگ قشلاق بدگیه، هم پولیای کلان هم سامالیات میشیشته همونجا، او هم میویا دیگه دنیا بسویبی و وقتا لیچ یاب نیست. بعد میاد او خره در پوچای سامالیات میبنده و خودش در سامالیات میشینه. سامالیات حرکت میکنه، خرم در پوچش بستگی، سامالیات پرواز میکنه، میاد در توشکان میشینه. در توشکان میشینه، میبینه که خر قرتقش بند جفی دستش، دهنی خر گیز مردگی، مسفیدی سودا اومده است، خر در کنش یه شته زده است، تزبخی توشکان ندیدی صغیره مردی ای خنده. اونا فهمیده است که سامالیات در بیچاره خر یه ساعت بود باز کشال بود در دنبی سامالیات. عیناً اوزی ما هم همون خری مردگی اوریش دیگیم در اینجا اروپا را دیدیم در هنو مونگی چیدگی یک کدام این نیست که شتاب زنم سغره اروپا را دیدی ای خنده رسال شیده مردی. یعنی که ما خیصه طرف دیگه نمیدونم. این شب روزا ببینین مرده را بجو کرده، این شب روزا مرده را بجو کرده و حکومت جابجا کرده ایستاده. 3 روز میشود مرده 10 میلیون زنده را اپراولیت کرده ایستاده است. 3 روز میشود مرده امام علی اپراولیت میکنه، زندهش حوس بیسته. ولی ما گپ از زنده امام علی گپ میزنیم که امام علی زنده بود، چی با انقلاب نشید 30 سال ما این گپ میگیم. 3 روز میشود مرده امام علی اپراولیت دوره حکومت میفهمید شما میره، ولی زنده شوس بیسته. شما یک گپو گپ میزنید که انقلاب میکنیم، انقلاب چی با انقلاب نشید، مرده شا انقلاب کردن نمیتونیم، ولی زنده شا یک طرف میمونیم. امروز مردگی های ما مرده امام علی را انقلاب کردن نمیتونیم. هم خیلی بجا کردگی حکومت جابجا کرده ایستادن، پال نیروس مسئولیت کمانده اینا پنجم در درجه نشه باید تا پنجم اعلان کنن. یعنی 3 روز موندگی است، روزی 4م روزی زودروز است، باید این چیزا اعلان کنن. تیچنی همین 3 روز بین 3 روز باید اعلان شود. در همین 3 روز باید تقسیم شود، جابجا شود. شاید فردا اعلان کنن یا بس فردا، یه روز پیش در از چیش اعلان کنن، یا روزی تولدش اعلان کنن که روزی تولدش وفات کرد گفتن. با یگان قصه دیگه میبافن که خیلی روزها به نهایت خیلی انسان ها در دنیا از همون چند میلیارد انسان یک دونه میشود، 2 دونه میشود که روزی تولدش وفات میکنه گفته. با یگان شعر سرودی دیگه میبافن روزی تولدش روزی وفات چه اعلان میکنه. او قپیدگی جابجا کردستن این شب و روز. ما هم دیکتاتور استیفا. ما همین روز فکر کردم گشتم گفتم خاک میگن فرزند پیروی پدر میشوه. بچه‌م گفتم که بچه‌م اگر کلان کشیدی نه، اگر رستم نام برای پرزیدنت باشه همین کسبی مرا کوسس نمونم استیفا گفته گشتم هیچ کار نک بچه‌م گفتم فقط استیفا بگو. یک گلاس کبوبان بچه‌م برای کنفرانس در شرکت که استیفا بگو. بعد بگو که ما انیق میدونم دادرنی حکومت آدم دارم، همین گپام بگو کم بچه‌م گفتم برای مردم باورت کنم. تو من بچه‌م در همین گپا گفتم همین کارا که بچه‌م کسبی خوب ای کسبم. اپوزیسیون سنی در تاجیکستان یعنی ساخته شده و بافته شده در خارج میگردیم گفتم. یعنی که این چیز واقعا نادرست است. برای چی من این گپ ادکریت گفته ایستادم از اون جمله از خودم سر کردگی و از تمامش هیچ که دست و نداره. فردا حکومت جابجا میشود،
جای خیچ میگیره حکومت، رستم جوش میگیره، وظیفه را توغری میکنن، دگاوری چه میکنن، مسکو خطی گپ میزنن، دگاوری چه میکنن، ایش میگه تی نه جرا میگیری، ایش میگه تی نه را پراولت میکنی، تی نه ش میگیری، تی دیگری ش میگیری. تمام کاروچی نقنه ببرورن مردار اعلام کنین بارن دور کنین در سنتر با یک جای چی یا هیکل دیگه در حقش بمونین در همونجا. انا کدومی نوروزی ای سراز او بیراتش میکنیم در درون نی دوالنیو را و دوالنیو باید بیست فرد و ایواز میشه، فرد و ایواز میشه. من شخصا بعد از مردن امام علی در حق امام علی بگم، یعنی یگون آدم زنده قضیه مرده چی رقابت میکنی؟ تمام دیگه فراموش الله اکبر برا این طرف فلاگ همه برداره میگه رستم استیفا، رستم استیفا، رستم استیفا میگردیم دیگه. تمام دیگه علاج نیست. همین چیز دیدم من شخصا. من میگن کو امو مردی است که امو همین گپ میزنه دنگلشه چون میکنی همین خدت پسیکولوژیش که آرام کرده شیشتن انا خدت دیلتی کردن سر صفحه چی درش صفحه چی استرس напряженность انا بگیم فکر کی نمیشوه نمیشوه خیلی ما اگرم یکون گرانت دیگه تشکیل کنیم بگردیم یا دفتر برداشته ارگانیزاسیا با ارگانیزاسیا hello گفته my name is Akmal I am leader of خادم خلق گفته میگردیم دیگه. تمام چیکار میگردیم سنئی ساخته میگردیم دیگه. پرابلم سری است. آدمی که وطن دوست می‌داره، آدمی میتونه که بیاید، آدمی میخواه ژلن داره بیاید. این شب و روز گفت که هم گفت کنفرانس و دفتر روچکا و غیره کار آدمایی که میگفتن که ما در داخل تاجیکستان اینقدر آدم داریم، امنیت داریم، فلان جو داریم، فستون جو داریم، پستون جو داریم، نجات داریم، نجات میکنیم، نه ریوالوت میکنیم کو کنی اقلا یا مرده اماره اینفرماتیش کنی بگین کو مرحمت. من میگم شما ده شب سامان آوردن نو سامان رفتگی بود دست راچ نگردوندن آوردنش برای چی آوردن سوال. تمام اینجا کنکریت نمای است که امام علی یا رفتگیه یا امروز پگه میروه خلاص. من میگم رفتگیه уже رفتگیه последний разговор قد پوتین تلفنی چی نشد تو تنی تو گذشتگیه رفتگیه. تمام خچم سلامتیش خوب نبود بیچاره را خدا رحمتی را. اگه دیگه قطعی چی میگوی؟ چی رقابت میکنی قطعی مومنی؟ دیگه آدم دینه قطعی مرده میره و رقابت میکنی. مرد رفت تمام خورد 30 سال خورد کیف کرد کشت تو نیست. برای چی ما نکردیم 30 سال رقابت کردن نتونستیم؟ برای که 30 سال ما در یک کسوگ یکون یا لپکه گوش میداد ما هم گوشت خط سرگردان بودیم یا وظیفه میداد میگشتیم دم دمی همو چیکار کنیم 4 تنگه یفتیم با زن دیگه میگرفتیم با 2 تنگه یفتیم با زن دیگه میگرفتیم ما همین حیات سر چچول زدیم گشتیم خلاص. این امروز رزولتات گفتیم با سلام علیکم همتون ده رزولتاتش اینه و توی امروز نمیتونن یگون اپوزیسیون یگون انسان که رقابت میکنن میگه ما حکومت میکنیم یا که داخل حکومت دام داریم یک اینفرماسیون گرفته برآورده نمیتونن که امام علی مرد یا زنده. همین از تنه راست گفتید یا دروغ گفتید اقلا نمیره گفته نمیتونن فکت نیست نمیتونن گفت نکی من چوستود میکنم اینتویچیا گفت اینتویچیا گفت هم گفت فهم نمیکنه هم اینجا مردگی هست برای همون
دیگه نگین من میدونم ازوده 4 تاشو دوره، من میدونم تخمینه 6 تاشو دوره، من اینفرماسیا دارم، من میدونم یوره. این سفسطه را دیگه نخونین، نسمم دیلی هیچی را نمیدونیم. آدمی که شوی 4 شوی ازوده را میدونم مرده میماره نمیدونم. رنگ همو چی که دستیم ده در همو قشلوق تلویزر خریدیم. بعد همه تلویزر تماشا میکنه، در پشتی خونه خره گرگ میخوره، سر میخیزن که خره گرگ خورده است. بعد همو بوبی کتمان نمیگیره و پشتی کتمان قطعی تلویزر را میزنه، مایده میکنه، میگه اون ننگ سیکای مسکوه را گفتی. او وقت دوشنبه استالین آباد بود، استالین آباد گفتی اوننگ سیکای زبانت بریده شد که یک دهن بگوی که بابای کوگان پشت خونه ده خرطه گرگا خورده استن، میمردی همیره بگوی. همه ایجا را گفتی، پشت خونه هم بدگی چیزا نگفتی. اینا نمی چیز شده ایستوده است. یعنی مسکوه را گفتی، شوی ازوده را گفتی، شوی تخمینه را گفتی، همه را گفتی، همه را میدونستی. مرده ایم مرا نمیدونی که مرده است یا نمرده است. سلامت سربنان خونه بود باشه. فکر نظرتون از زیر کامنت بنویسین. خدا خواه اگر بیرق برداشت دول گفتی هم گفت بوریجه میبره داری را. سلامت باشه. راه دراز است، درستتر بیستاب ای دوست. یعنی خیلی دراز ای راه، به نزدیکی نمیرسه.